میشه. سلام خانم باف. من اینجا نیستم. من اشتباه کردم. سلام پلانکتون. سلام ماهی و بابی. سلام آقای پستچی. ما اینجا نیستیم. شاید باید عینکمو بزنم. دوستان متنفر از باب اسفنجی، 431مین جلسه باشگاه متنفران باب اسفنجی را شروع می‌کنیم و حالا سوگندمون ما نمی‌خوایم به باب اسفنجی صدمه بزنیم، فقط حالمون ازش به هم می‌خوره. کسی داستان جدید داره که بخواد در میون بذاره؟ من دارم. برم کلی داستان دارم. چند لحظه صبر کن. سلام اختاپوس. نه ادامه بدین. من یه داستان خیلی غم انگیز دارم. ما به داستان قربانی پاف گوش میکنیم. لطفاً اسفنج را توی دستتون بگیرید. همه چیز هفته پیش شروع شد. داشتم کار مورد علاقم رو انجام میدادم، دادن گواهینامه به یه شاگرد خیلی خوب. تو تونستی گواهینامه رو بگیری بیتی؟ بهت تبریک میگم. از شما از پسش بر نمی‌آمدم خانم پاف. مطمئنم شما میتونید به همه آموزش بدید. به همه که نه. گواهینامه قشنگیه، میشه لمسش کنم؟ انگار دیگه سرتون مثل قبل شلوغ نیست خانم پاف. سعی کردم فرار کنم، ولی همه میدونیم که فرار از باب اسفنجی غیر ممکنه. باب اسفنجی میخوام با بالاترین سرعت رانندگی کنم. حالا یه دوره 360 درجه اوپس، نزدیک بود بزنم به تابلو ایست. باب اسفنجی مدرسه زیبامو نابود کرد، درست مثل هفته پیش. عیبی نداره، ما کنارت هستیم. حالا دیگه کی میخواد تعریف کنه؟ من میخوام بغلتون کنم. قبلش یه تمر لازم داری. فکر کنم حالا دیگه نوبت من باشه. میشه اسفنج منو بدین لطفا؟ رفته بودم همبرگر فروشی تا یه غذای سبک بخورم بین نهار اول و سوم. سفارش آماده است مشتری عزیز و بعدش. بالاخره داشتم از گشنگی بیهوش میشدم و قش میکردم. امیدوارم بی نقص باشی.